بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت هنرجویان عزیز، مختاری هستم. در این برنامه گلسازی رو به شما آموزش میدم. انواع گلسازی آموزش داده میشه: گلهای ژاپنی، چینی، بلندر و الیاف. در این قسمت من ابزار اولیه رو برای شما معرفی میکنم. ابزار شماره 11 برای حالت دادن گلبرگ ها و برگ ها، سیمچین برای چیدن سیم روکشدار و ساقه های آفتابگردان و رز، از سنبه که در سایزهای مختلف در بازار هست و از مغازه‌های گلسازی وسایل گلسازی میتونید تهیه کنین استفاده میکنم. برای فرم دادن گلبرگ ها استفاده میکنم سنبه را. قیچی سرتیز برای چیدن گلبرگ ها و حالت دادن پرچم گل ها و برگ ها استفاده میشه. از چسب چوب شمال یا اصفهان استفاده میکنم. برای استفاده کردن چسب چوب یه مقدار کم چسب چوب داخل یه شیشه کوچیک میریزیم که راحت تر بتونیم استفاده کنیم. از وازلین برای چرب کردن سطح کار و خمیرمون استفاده میکنیم. از پرچم‌های سوزنی شکل در رنگ‌های مختلف برای پرچم گل‌ها استفاده می‌کنیم. از سیم روکشدار شماره 5 یا شماره 7 به رنگ‌های مختلف که در بازار هست، قهوه‌ای، سفید و سبز، میتونیم استفاده کنیم. از رنگ سبز رنگش بیشتر برای برگ‌ها استفاده می‌کنیم. از رنگ قهوه‌ای و سفیدش بیشتر برای گل‌ها استفاده می‌کنیم. وردن در سایز کوچیک برای پهن کردن بعضی از گلبرگ ها و برگ ها استفاده میشه. پای مبلی برای پهن کردن گلبرگ های ریز و کوچیک که نیازی به وردن نداره و برگ های کوچیک استفاده میشه. و از رنگ روغن کیمیا در رنگ های مختلف رنگ های اصلی رو تهیه میکنیم، مثل سفید، مشکی، قرمز، سبز، آبی و بعد بقیه رنگ ها دلخواهیه. کاملا یه ست کاملش رو میتونین تهیه کنین و برای رنگ کردن گل ها. البته بعضی از گل ها رنگشون دلخواهیه، بعضی از گل ها نه، باید به رنگ گل های طبیعت کار بشه. از خمیر گلسازی هم که در بازار تهیه شده است یا خودتون میتونین آماده کنین استفاده میکنیم. برای سطح کارمون هم یه طرق معمولی استفاده میکنیم که حتما بعد زیر کار دستمون باشه. زمانی که میخوایم گلبرگ ها رو پهن کنیم یه سطح کار داشته باشیم که این گلبرگ ها پرز یا کثیف نشه. خمیرم به رنگ دلخواه استفاده میکنیم. از خمیرمون برای کار باید حتما خمیر مناسبی باشه، رنگ شده باشه. از اول خمیری که ما استفاده میکنیم از چسب چوب، از نشاسته، روغن، گلیسرین، وازلین و به مقدار خیلی کمی آب استفاده میکنیم. این مواد را مخلوط میکنیم. وقتی که کاملا مخلوط شد این مواد، روی اجاق گاز میذاریم، حرارتش میدیم تا اواسط کار این خمیر را دائما هم میزنیم. وقتی که خمیر خودش رو گرفت، از هم زدنش دیگه دست برمیداریم و شروع میکنیم یه مقدار با خود دست توی ظرف این خمیر را پهن کردن تا قسمتی که نپخته پخته بشه. زمانی که خمیر چسبش به دست دیگه نچسبید، این خمیر آماده شده. تا اینجا این قسمت ابزار رو به شما معرفی کردم.